اهل تجارت در فرصتهای تجاری تمام امکانات خود را به کار می‌گیرند و به تجارت می‌پردازند تا به بالاترین سود ممکن دست یابند. مسلمانان نیز با انواع عبادت‌ها به پیشواز ماه مبارک رمضان می‌روند. مثلا در ماه شعبان بسیار روزه می‌گیرند تا برای رمضان آمادگی بیشتری پیدا کنند. آنان خالصانه توبه می‌کنند، می‌کوشند تا از بار گناهان رهایی یابند، حق دیگران را ادا کنند و با بخشش و آشتی و کنار گذاشتن اختلافات به استقبال این ماه می‌روند تا شایسته آمرزش الهی گردند. همچنین برای آنکه روزه‌هایشان درست و مقبول درگاه خداوند باشد، احکام و آداب و مبطلات روزه را فرا می‌گیرند و با آگاهی از بایدها و نبایدهای روزه‌داری خود را برای ضیافت الهی آماده می‌سازند. مسلمانان در طول ماه رمضان مشغولیت‌های خود را کاهش می‌دهند تا برای انجام عبادات وقت بیشتری داشته باشند. نقل است که سفیان ثوری رحمه الله هنگامی که رمضان فرا می‌رسید همه چیز را رها می‌کرد و به خواندن قرآن مشغول می‌شد. رمضان فرصت بزرگی برای رهایی از عادت‌های ناشایست و ایجاد اخلاق پسندیده است. خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزکاری کنید.